و بارها این شعار بنده هست، بارها تکرار کردم، گفتم هر کس از ما بپرسند مذهب چیه، میگیم مذهبم ایران. بگوید قومیت چیه، میگیم قومیتم ایران. بارها تکرار کردم بنده این مسئله را. همیشه شعار جناب مولانا عبدالحمید بارها تکرار کردن، شعار ما هم در شبکه جهانی کلمه اینه، خواستار یک ایران یک پارچه هستیم، هرگز اجازه نخواهیم داد و مخالف آنیم که 1 سانتیمتر از این سرزمین کاسته شود و کم شود. معلوم است که در ایران ممکنه در کشور خاورمیانه یا در کشورهای منطقه همچون کشوری نباشد که درش این همه قومیت باشد. این قومیت هایی که در ایران متشکلن همه خواستار یک پارچگی ایرانن. جناب استاد کیانی، هرگز کسی نمیخواد جدا بشود، هرگز کسی نمیخواد استانش تبدیل بشود به کشوری دیگر، چه عربهای خوزستانی، چه کردها در کردستان، چه بلوچها در بلوچستان، چه لرها در لرستان، چه ترکمنها، چه آذریها و عرض شود که ترکها در تبریز و چه جنوبیها و چه تمام قشرها و قومیتها و حتی اقلیتهای مذهبی، چه اون که ارمنیه، چه اون که کلیمیه، چه اون که زرتشتیه، چه اون که بهاییه، چه اون که درویشه، چه اون که سنیه، چه اون که شیعه هست، همه خواستار یک پارچگی ایران را دارن. جناب استاد کیانی، هرگز قبول نمی کنند که این رژیم به یک نحوه اینها را متهم کند که جدایی طلبند و خواستار تیکه تیکه شدن این سرزمین پهناور هستند. سپاسگزارم جناب آقای سربازی. صحبت پایانی شما رو هم در 2 دقیقه میشنویم، بفرمایید. خواهش میکنم. صحبت پایانی خودم رو به صحبت‌های جناب خدمتی اختصاص میدم. من در دو بخش از صحبت‌هایشون، یک بخشی موافق هستم، یک بخشی مخالف هستم. بخش موافقم در این بخش است که میگن همه ما در رسیدن به هدف واحد هستیم، با هم دیگه متحد و متفق عمل میکنیم، کار میکنیم، جلو میریم. کاملا با شما موافقم. اما در مبنای کار با شما مخالفم. مبنایی که کاری که شما دارید در موردش صحبت میکنید مبنای مرزگرایی است. ما مبنایی که برای صحبت میکنیم مرزهای انسانگرایی است، حقوق انسانگرایی است. در مبنای حقوق انسانگرایی میگه که سازمان ملل متحد میگه حق تعیین سرنوشت، حق حاکمیت ملی، حق غیره. همون اندازه این حق به اندازه همون اندازه ارزش داره که در مورد حق انسان ها صحبت میکنه، حق آزادی صحبت میکنه، حق مسکن صحبت میکنه، حق آموزش صحبت میکنه. به یک اندازه و الزام آور هستن و جزء مسببات هستن که تمام جهان را پذیرفته. یه اشکال اینجا پیدا میشه که وقتی ما بر مبنای مرزگرایی پیش میریم، ما میگیم که جمهوری اسلامی صحبتی که داره میکنه ما باید برای اینکه توش دام اون نیافتیم باید نشون بدیم به بقیه مردم ایران که ما اینجا اساسا نمیخوایم که ایران پاره پاره بشه. ولی در مبنای حق گرایی یا مبنای حقوق گرایی ما میگیم که ما انسان رو در نظر بگیریم، حقوق انسان که برای برابری دارن مبارزه میکنن. همون صحبتی که آقای نامی کردن، مارتین لوتر کینگ برای مبارزه برابری سیاهان با سفیدان مبارزه میکرد. ما بلوچ‌ها برای مبارزه داریم برای برابری بلوچ‌ها و فارس‌ها با بقیه ملت‌هایی که در داخل ایران هستن مبارزه میکنیم. اگر قرار باشد که فردای روز برابری حاصل نشه، یعنی فارسی رسمی بشه، بلوچی بگن که شما نمیتونید در مورد آموزش صحبت بکنید که همین الان بسیار استفاده صحبت میکنن، یا به ما گفته بشه که شما اختیارات در سرزمین خودتون رو نمیتونید داشته باشید ولی ما میتونیم برای شما دوباره تعیین تکلیف بکنیم، باور بفرمایید جناب آقای خدمتی، همونطور که 10 سال قبل من به یکی از اون علمایی که در جلسه‌ای که با ما بودن و ما باشون گفتم دوباره اون حرف رو تکرار میکنم، ما می ایستیم همچنان روی صحبت‌های کارهای خودمون فعالیت خواهیم کرد. اصلا هم دنبال جدایی، دنبال این که اساسا منظور بگم که این مرز تفکیک بشه نیستیم، ولی مبنای کارمون کاملا متفاوت است. انسان هست، حقوق انسان هست، برابری است و این برابری رو همونطور که آقای مارتین لوتر کینگ برای حقوق سیاهان و سفیدان که برابرش کردن، که اتفاقا در اون مبنا سفیدان که کنار نمیومدن، سفیدان ایستادن، سفیدان قدرت داشتن، ثروت داشتن، از ثروتی که از این منظر به دست می آوردن لجیسلریشن میکردن، قانون اساسی تغییر میکردن و دوباره سیاهان رو زیر سلطه خودشون میگرفتن. اما سیاهان اونقدر مبارزه کردن تا بالاخره یک اوبامای دیگر در کشور شکل گرفت. ما بلوچ‌ها، کردها، عرب‌ها، لرها باید با بقیه که در سلطه هستن برابر باشیم. این رو ما در مبنای مرزگرایی نمیبینیم. اگر عزیزان میخوان که ما به این برابری برسیم، به هر شکلی که اتفاق بیفته باید براش ارزش قائل بشیم. ولی اینو تاکید میکنم، اون چه تبلیغی که رژیم جمهوری اسلامی داره میکنه به هیچ عنوان ما داخل بازی اون نمیافتیم. بحث تجزیه طلبی، بحث غیره و غیره، اما حقوق برابر رو به طور کامل ما خواست داریم. منت. بسیار سپاسگزارم.